سلام رفقای جان، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشین. سریال خائن کشی، فیلمی که تبدیل به مینی سریال شده از مسعود خان کیمیایی رو دیدیم و میخوایم در مورد اون صحبت بکنیم. قبل از هر چیز من بگم که ما چند تا دوستیم که در کنار هم جمع شدیم، منتقد سینما نیستیم، فقط صرفا سر علاقمون میایم در مورد فیلم و سریال ها صحبت میکنیم. امیدوارم بر ما بپذیرید و برگردیم در مورد سریال خائن کشی مسعود کیمیایی با این همه بازیگر خوب بیشتر صحبت کنیم. بچه‌ها، مسعود کیمیایی با قسمت اول مینی سریال به اجبار مینی سریال شده خائن کشی امضای خودش رو با تیتراژش گذاشت و توی تیتراژ تمام بخش ها و موزیک ها و تیتراژ هایی که در فیلم های اخیرش که ساخته بود رو به ما نمایش داد و در انتها رفت سراغ خائن کشی. یه موج رادیو همون وسط می اومد صداهاشو. به من یه الهامی داد که گفتش که کسایی که به سینمای من علاقه‌مندن خودشونو سویچ کنن رو من این فیلمو ببینن. یعنی شما اگر رو دنیای مسعود کیمیایی خودتون رو سویچ نکنید نمیتونید از کاراش لذت ببرید. یه نکته دیگه هم که خیلی جالبه در مورد مسعود کیمیایی بهتون بگم، مسعود کیمیایی دهه 70 80 90 فیلم بسازه، دهه 20 30 بعد 10 هم فیلم بسازه، بازم مسعود کیمیایی در دهه 40. نمیدونم اون ور بره این ور بیاد، مسعود کیمیایی در دهه 40. این خیلی برای من جالب بود و مسعود کیمیایی فکر میکنم که در کنار علی حاتمی مرحوم میتونن دو نفر از دیالوگ نویسای خوب کشورمون باشن. خائن کشی بر پایه دیالوگ و صحنه و شخصیت پردازیای دنیای مسعود کیمیایی ساخته شده. اگر میخوایم در مورد این سریال صحبت کنیم، من پیشنهادم اینه هر بیننده میخواد این سریال ببینه سویچ کنه رو دنیای مسعود کیمیایی. مسعود کیمیایی یه دونه فیلم داشت در گذشته که با فیلم خون شد خب کسی ارتباط برقرار نکرد، منم ارتباط برقرار نکردم. مجبور شدن که بهروز وثوقی رو در قالب سعید آخانی به خورد مردم بدن و شد فیلم خون شد. ولی الان در مورد سریال خائن کشی و فیلم خائن کشی با یک داستانی روبرو هستیم به نام مصدق و کسی که صنعت ملی شدن نفت رو براش خیلی سهل و آسان کرد. حالا نمیدونم واقعی تاریخی چقدر 100% موثقه، به نام مهدی بلیغ آرسن لوپن ایران. بریم در موردش صحبت کنیم. سلام، خیلی مخلصیم. سریال جدید خائن کشی، مهدی جان حرف خیلی درستی زد که اگه سویچ نکنید روی مسعود کیمیایی شاید خوشتون نیاد. منم دقیقا از اون مخاطباییم که نمیتونم سویچ کنم رو فیلم های مسعود کیمیایی. حالا نکته‌ای گفتم در مورد موسیقی تیتراژ اولش. حالا من تصویریش که بخوام بگم باز دوباره تیتراژ دریوری بود، یعنی به غیر از صداش اصلا کار ندارم. اون می‌خواست حالا خاطرات قبلش رو انگار واسه مخاطبای خودش دوباره زنده کنه، ولی خود تیتراژ علاوه ساختش باز ضعیف بود. چیزی که من می‌بینم چون نمیتونم سویچ کنم، اون چیزی که من دارم می‌بینم، اول بذار نکات مثبتش رو بگم. طراحی صحنه و تدوین خیلی قوی داره، واقعا طراحی صحنه‌ش رو دوست دارم. ولی چیزایی که دوست ندارن، اول که بازی پسرشه، یعنی همون بازیایی که قراقاتی گشت ارشاد و فیلم‌های دیگه‌ای هم که داره میاد، مثلا میگه اومدیم یه کار سیاسی کنیم چی شد. این دیگه اینا قدیمی شده، این اکتای قیصری دیگه قدیمی شده. من چیزی که دارم میبینم یه جورایی سوژه مانی هیسته با طراحی لباس پیکی بلایندر. فیلم نامم مثلا دادن جواد خیابانی رو قیصر نوشته، یعنی انگار احساس میکنم نمیخوره. مثلا یه دیالوگایی میگه اصلا عجیب و غریب، بعد همش احساس میکنم اون وسط یکی میگه ننه مثلا
مصب تو شکننه، اینا دیگه نمیخوره به سینمای الان. ولی نکته‌ای که مهدی میگه درسته، اگه سویچ نکنی به دنیای مسئول کیمیایی ارتباط نمیتونی برقرار کنی. مود فیلم هم یه حالت تلتئاتری هم داره، یعنی شاید بچه‌ای که سلیقه‌شون به تلتئاتر حالا یا تئاتر هست خیلی بیشتر خوششون بیاد. منو اصلا نگرفت سریالش، یعنی جذبم نشد، چون یه خورده احساس کردم موضوع حالت مانی هیست شده با طراحی پیکی، اصلا یه جور مثلا سام درخشانی خودش توماس شلبی بود گیریم، یعنی یه خیلی نزدیک بود به توماس شلبی. تهیه کننده علی اوجی رو اصلا دوست ندارم به عنوان تهیه کننده، چون احساس میکنم شب که میشینن دوره هم کارو در میاره، یعنی کاست کل بازیگر همه چیز از دور و بریاش در میاره. رضا یزدانی هم که سر جهاز علی اوجیه، یعنی میکنم مثلا قند پخش کنم تو کار ندارم زنگ زنه رضا یزدانی میاد. خیلی منفیم روی این سریال، ولی دنبالش میکنم به خاطر یه سری نکاتی که احساس میکنم شاید من درکش نکردم، شاید در ادامه بتونم باش ارتباط بگیرم. ولی احساس نمیکنم که نسل جدید اصلا این فیلم رو متوجه شه. اولا که در مورد مهدی بلیغ بهتون میگم، مهدی بلیغ یک فرد بی سوادی بود که در یک دوره تصمیم میگیره که بره دزدی و کلاهبرداری بکنه و داستان معروف فروش کاخ دادگستریش دیگه همه میدونن که دیگه به یه آمریکایی و نه فرانسوی ایتالیایی فروخته بود. یعنی در ساعت اوج کاری یه ساعت خالی نهار داشتن، میگم نماز نهار داشتن، میره یه سری دمپایی میخره میچینه جلوی اتاقا به عنوان هتل میفروشه اونو و نمیدونم یه مبلغی میگیره و فرار میکنه مصر. این خیلی جالب بود. این داستانش تو دهه 30-40 اتفاق میفته، 30 اتفاق میفته. اینجا فعلا درگیر مصدق بودن و داستان ملی شدن صنعت و میخواستن مصدق رو با یه سری دزدی اوراق کمک کنن که بتونه مصدق رأی بیاره توی اون داستان. خیلی از بازیگرای زیادی اینجا داریم، مثلا شکیب شجره به نظر من خوب بود. الان محمد تو سیبیل گذاشتی، ببین چقدر راحت داری صحبت میکنی، ولی چرا آقای رضا یزدانی انگار سیبیل براش گذاشته بودن نمیتونه صحبت کنه؟ میدونی این میشه فرق بازیگری که گیریم رو صورتشه و گیریم رو میفهمه درک میکنه، ولی رضا یزدانی نمیتونست با اون سیبیلی که براش گذاشته بودن صحبت کنه. نمیدونم چرا. یه سری بازی‌ها تصنعی بود به خاطر دیالوگای خفنی که تو برفرض مثال کیو بهت بگم، خانم مثلا فریبا نادری رو توی پدر گواردیولا دیدی، بعد میای اینور بازم فریبا نادری رو اینجا میبینی، خب نمیتونی با هم تمیزشون بدی. بذار دقیقا. بچه سلام، امیدوارم خوب باشین همه عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن. قسمت اول این سریال رو من دوست داشتم برای اینکه دیالوگاش یه جور شعرگونه بود به نظر من این سبک رو خیلی دوست دارم و چقدرم حالا همش نه ولی اکثر دیالوگاش خیلی خوب بود، خیلی خفن نوشته بود، فکر کنم نویسندش هم خودش بود. ولی یه چیزی که توی این سریال حالا من دیدم تو قسمت اول نمیتونم قضاوت بکنم برای اینکه هنوز خیلی مونده. من دقیقا نفهمیدم موضوع قرار چی باشه، اصلا موضوع سیاسیه، موضوع چیزی دیگه، اینو هنوز متوجه نشدم. و اینکه کلا توی همین سریال فکر میکنم مثل همه کارهای مسعود کیمیایی به قول معروف میگن که در رو همون پاشنه میچرخه، دقیقا همین جوری بوده. اما کیمیایی نشون داده که خیلی خوب سینما رو از کارگردانایی که الان هستن واقعا میشناسه. کارش اضافه نبود، فرم فیلم خیلی خوب بود، طراحی صحنه، لباس، گیریم، همه چی به نظر من عالی بود. و اینکه کیمیایی کلا مهدی هم گفت، محمد هم اشاره کرد، کلا همیشه تو دنیای خودشه، تو دنیای خودش داره فیلم میسازه و همه مخاطبا رو ممکنه جذب نکنه، اما من دوست داشتم و این سریال رو ادامه میدم. و یه نکته‌ای هم که داشت این بود که احساس کردم که موضوع تاریخیه اما مخاطب امروزه. اینکه داره در مورد ملی شدن نفت صحبت میکنه که اصلا حالا من داشتم بهش فکر میکردم که این اتفاق اصلا خوب بوده بد بوده. امیدوارم که تو قسمت‌های بعدی بفهمم این سوال برای من چی بوده. دیالوگاشو خیلی دوست داشتم، دوباره تاکید میکنم، و اینکه خیلی قلم قوی داشت. بازیارم گفتین تا یه حدودی بازی‌ها تقریبا خوب بود، ولی خب نرگس و محمدی نه،
اصلا خوب نبود. یه جایی یادش رفت که گلوله خورده، این خیلی بده. این فکر میکنم سوتی کارگردانی هم باشه. اولش داشت اونقدر درد میکشید، بعد فراموش کرد. بازی رضا یزدانی رو دوست داشتم. من کلا رضا یزدانی رو هم صداشو دوست دارم، بازیش هم دوست داشتم، با اینکه حالا گیریمش میگین که یکم بد صحبت میکرد. و با بازی پانتا بهرام دقیقا همون نشون داد که یه تئاتری خفن خیلی قشنگ داشت دیالوگاشو میگفت. در مجموع نظرم مثبت بود رو قسمت اول این سریال. مرسی. خب اینم باید داشته باشین که این یه فیلم سینمایی بوده. استارتر فیلم به نظر من خوب بوده. یعنی اگر این خوب باشه شما بقیه داستان مسعود کیمیایی خوب بینید. اگر نه مثل خون شد بخوای همچین چیزی رو ببینی که دین 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 این آهنگ قیصر تو ذهنت بیاد و سعید آقاخانی که نمیدونم خاندایی رو میخوند و بیاد یه همچین صحنه‌ای ازش ببینی، خب به هر حال نمیتونی هضمش بکنی. یا نونخه مثلا بعد سعید آقاخان نونخه رو دیدی بعد مثلا خون شده ببینی، خب نمیتونی حذف کنی که این میتونه جاپای مثلا بهروز وثوقی بذاره. با کمال احترام به همه دوستایی که بهروز وثوقی رو دوست دارن، بهروز وثوقی هم اون تایم فقط بهروز وثوقی بود، از این ور دیگه ما چیزی ازش ندیدیم. من فقط یه سوال داشتم از نگاه، چون من صحبتامو کردم. نگاه جان، به نظر دیالوگای سنگین بازی سنگینی هم میطلبه؟ ببین قطعا همین جوریه، ولی اینم توجه داشته باش بازیگرایی که تو این هستن خیلی هاشون بازیگرای قدری بودن. من در مورد اون بخشی گفتم که مثل پانتا بهرام داشت دیالوگو میگفت، به اون تاکید کردم، همه رو نگفتم. شاید تو قسمت دومش بگم نه اصلا اینجوری نبوده، ولی وقتی که پانتا بهرام دیالوگا رو میگفت، حتی فریبا نادری که ازش اصلا تصور نمیکنم، باز هم بد نبود. و سارا بهرام، حالا میگم وقتی دیالوگ قوی باشه، بازیگری خوبی باشه، خروجیش میشه این. ولی مثلا نرگس محمدی همون دیالوگو داشت میگفت ولی اصلا برای من جذاب نبود. پس این میشه فرق بین بازیگر با بیان دیالوگی که نویسنده نوشته. دیالوگاش هم شاید نگم خیلی مثلا نسبت به فیلم هایی که ما دیدیم و دیالوگای خیلی زیادی قوی دارن خوب نباشه، اما منو راضی کرد. با توجه به این چیزهایی که الان دارم میبینم، واقعا دیالوگای خوبی بود که به همون شخصیت ها، به همون زمان و به همون مکان میخورد تا حدودی. نه اینکه بخوام بگم واو بوده. ادامه همه چی رو مشخص میکنه. برای قسمت اول آره من دوست داشتم همه چیشو. با نظرتو قبول دارم، ولی اگه دیالوگ سنگین باشه بهتر نبود که رو بازیگرایی که توانایی بیشتری دارن این اجرا شه، نه که تو اکثر نقشا باشه یا این قالب محمد، این لیست بازیگرایی که جلو منه هر کدومش این تریلی اسمشون رو نمیکشه دیگه. چه دیالوگی دیگه؟ مثلا فریبا نادری داشت انشا میخوند اون وسط. بعد نه اون ببین لولا رو کار نداریم، ولی مثلا مهران مدیری این است. خب مهران مدیری شجره خوب بود، خیلی خوب ولی بود مهران سام مدیری. افتضاح بود. خب آره، اون صحنه حمومی که داشتن پول جمع میکنن واسه اون جنازه، دقیقاً به یاد سکه از زندانی و سرباز و بیکس یاد این افتادم. داشتن گلیزو میکنن. درود بچه‌ها، امیدوارم خوب باشید. سلام عرض ادب خدمت همه بینندگان. ای کاش این در قالب فیلم میمون، در قالب سریال نمیومد که منو به شخص بیننده اینقدر هرس نخورم. معمولا وقتی میای این همه بازیگر خوب رو هم جمع میکنی، نتیجهش میشه این یا نتیجهش میشه پدر گواردیولا. به نظرم این درست نیست، اصلا هیچکی نمیتونه خودشو نشون بده واقعا تو این بازی. و مورد بعد این که ما کارگردانی داریم مثل سعید روستایی، نرگس آبیار، آقای اصغر فرهادی که به هر حال هر کدوم سبک خودشونو دارن، اما سبکشون با دنیای امروزی سازگاره. ایشون تو همون سالها گیر کرده. از اینجا میخواستم شروع کنم که مهدی راجع به تیتراژ گفتش. به نظر من با توجه به حواشی که همه در جریان هستیم و خیلی بیننده ها میدونن، صدای گوگوش اونجا خالی بود خیلی توی تیتراژ. علی اوجی تهیه کننده سرجیازش، آقای رضا یزدانی و نرگس محمدی که همسر ایشون نامه هست. نرگس محمدی از نظر من مخاطب فقط توی ستایش خوب بود و تموم شد. نرگس محمدی من دیگه هیچ بازی خوب ازش ندیدم، حتی صداش نمیشینه توی فیلم و سریال ها. من جنس صداش هم دوست ندارم، کما اینکه حالا تو خود ستایش هم خیلی عجیب غریب نبود واقعا، چون خیلی طولانی. آره تو خیلی طولانی بود، ما رو گرفت و خواستیم ما اون ارتباط برقرار کنیم و این خیلی چیز عجیب غریبی نبود. که موسیقی متن، بچه موسیقی متن برای من خیلی مهد کودکانه بود، عملا اصلا نمیخورد به سریال. اینتروی آخری که رفت رو تیتراژ آخر افتضاح بود، یعنی عملا من فکرم خاله شادونه یه لحظه اومده وسط سریال چی میگه. بعد اون قسمتی که
اینا داشتن صحبت میکردن و تیراندازی شده بود، زیرش موسیقی گذاشته بود، اصلا نمیخورد. یعنی فضاسازی واقعا مسخره بود. کل لوکیشنی که وجود داشت، یه قسمت سریال وسطاش بود 7-8 دقیقه شاید بیشتر توی لوکیشن بودن حرف می‌زدن. من همش به عنوان بیننده گفتم که اینا در میان از اینجا، احساس کنم گیر کردم تو اون لوکیشنه و در نمیان از اونجا. دیالوگ های خوب به نظر من اوکی، نویسنده خودش هم هست نوشته، ولی باید بازی خوبی هم از اون دیالوگو بگیره. خانم فریبا نادری میاد میگه این همه صدای گلوله، خیابونا و پاسپونا و زخم‌ها و ناله، افتضاح. اصلا محمد میگه روخونی میکرد، به خدا روخونی هم نمیکرد. شما میتونستی روخونی هم اینو قشنگتر انجام بدی. خیلی مصنوعی بود، من هیچ ارتباطی نمیتونم برقرار کنم. دادهای بیخودی که وسط سریال میزدن کارگردانا، بعد انقدر بازیگرا میزدن، انقدر بازیگر زیاده نمیدونی با کدوم ارتباط برقرار. میگه اینو بگیری میره تو اون یکی. پولاد کیمیایی که اصلا کلا باهاش نیستم، نبودم هیچ وقت، سیستم فیلمو برای من خراب میکنه. مسعود کیمیایی هم کلا کارگردانیش و کارهایی که انجام میده سلیقه منو به شخصه نیست و من دوست ندارم برم تو حالتی که بگم برم تو حالت اون بگم کارهای این شکلی. نه ساز آقا الان این شکلی نیست کارها، من ارتباط برقرار نمیکنم. انقدر به نظر من کارگردانی هم ضعیف بود، حتی کارگردانی هم ضعیف بود که امیر آقایی که بازیگر خوبی از نظر من، اصلا بازیش برای من نمیگرفتم. من امیر آقایی هم نمیگرفتم. و اینکه جایی که نکته جالب بود که روحش شاد ارشد اقدسی زده بود سرپرست بدلکاران اینا، احتمالاً این فیلم خیلی قبل‌تر در واقع ساخته شده بوده، اکرانش یه ذره دیرتر بوده. یکی اینکه بازیگرا تعداد خیلی زیادی بازیگر خوب میاری، توقع رو میبری بالا. موضوع دوم، داری فیلم مثل 40 سال پیش، شما یه ذره پیشرفت کن، بیا یه فیلم دیگه بساز ببینم اصلا میتونه یا نه. یا احساس میکنم خالی نشده از اون احساس درونی خودش، احساس میکنه خالی نشده با اون فیلم هایی که ساخته برای مخاطب. تاریخ فیلم مجددا دقیقاً مال گیر 100 کرد. سال پیش بوده، یعنی تاریخ 100 سال 90 تا 100 سال پیش بوده واقعی که اتفاق میفته. این شکلی گیر کرده. من به شخصه نمیتونم با آقای کیمیایی ارتباط برقرار کنم با هیچ کدوم کاراش، نه با پولادی کیمیایی ارتباط برقرار میکنم، نه این سریال رو دوست داشتم، نه یک نکته مثبت از نظر من داشت. یعنی از علی اوجی گرفته که تهیه کننده کار بود، از موسیقی سریال، از دیالوگ ها، از تصویربرداری، فضایی که میری توش احساس کنه و بیا بیرون، من هیچ چیزی نگرفتم. حتی خود نگاه کن اصلا ما موضوع هم نفهمیدیم که این تاریخیه چیه. یعنی خودت هم گوش، حتی موضوع فیلم نامه من نکته مثبتی ندیدم به عنوان بیننده و دوست نداشتم کار. درود میگم به دوستای خوبم مخاطبای قدیمی و جدیده. من فکر میکنم که یه دوره همی بوده، علی اوجی و رفیقش مهران مدیری و علی یزدانی و خانومش نرگس محمدی دوره هم جمع بودن و حالا آقای کیمیایی و رضا یزدانی آقای کیمیایی هم بوده با پسرش، گفتن چیکار کنیم بریم یه فیلم بسازیم و حاصل کار این شده. چند سال پیش من خب خیلی سنم کم بود، فیلم حکمو دیدم، 3 روز درگیر دیالوگا بودم. یعنی اون موقعم خیلی دیگه تو اوج کار تمرینای تئاتر رو بازیگری بودم. فقط من یادمه که 10 بار میزدم که سکانس‌ها رو یه سری دیالوگاشو بفهمم داره چی میگه، منظورش چیه. و آقای کیمیایی اصلا نمیتونم هیچ جوره خودم رو باهاش همراه کنم، ولی سربازان جمعه تنها فیلمی بود که من دوستش داشتم از آقای کیمیایی و مریلا زارعی درخشان بود. من هنوز بازی مریلا زارعی رو توی سربازان جمعه فراموش نمی‌کنم و اون سکانس عزاداریش برای من فوق‌العاده بود و چندین بار اون سکانس رو دیدم. آقای علی اوجی کاش یه دونه بودجه از این فیلم‌ها رو برمی‌داشتی، پنجره خانومت رو یا عمل می‌کردی یا روش کار می‌کردی که این محمد همش این صدای نرگس محمدی این مته تو مخ منه، این بغض تو گلو، این یعنی هیچ تغییری. خب دارید چی کار میکنی؟ یعنی هم میای اون بنده خدا رو خرابترش میکنی، هم اعصاب ما رو خرابترش میکنی. و یه تبریکی بگم به فریبا نادری که تو اولین انسانی بودی که با جیغات تونستی منو خواب از سرم بپرونی و من یه جا نشستم و قشنگ فیلمو تا آخر اینجوری میخوب با موهای اینجوری سیخ شده دیدم. اینقدر که این جیغ زد تو این کار و چقدر افتضاح. تا پانتا بهرامو اکثر کاراش رو من نگاه دوست دارم ولی حتی تو این کارم دوستش نداشتم. یعنی نقش برای پانتا بهرام نبود.
بازی قشنگ بود ولی این نقش برای پانتا بهرام نبود. من تو این قالب داشتم زور میزدم با بازی خوبش که بتونم بابشم. سام درخشانی وسط چیکار میکرد؟ یعنی واقعا یعنی مثلا داشته تو کوچه رد میشد اینجوری گرفتنش بودو بیا این دیگه رو بازی. اصلا چی بود؟ سام درخشانی خیلی بی ربط بود، خیلی بد قواره بود به این کار. و منم اتفاقا فقط این تیکه رو موافقم، یه جاهایی رضا یزدانی و من بدم نیومد، یعنی بعضی کارو حتی با اینکه خب خوانندگیشو دوست ندارم ولی خوانندگیش هم چرا یه جاهایی یه چیزای یه موزیکایی داشته که خیلی خوشم اومده ولی بازیگریشو بدم نمیاد، یعنی اونجوری نیست که تو دلم تو ذوقم بزنه. امیر آقایی رو خیلی ناراحت شدم چون حیفه، واقعا امیر آقایی حیفه، پانتا بهرام حیفه. چرا یه کاری میارید که این همه بازیگر رو اسمشون رو خراب میکنه؟ مهران مدیری هم که همون فرهاد برره بود، دوباره همون حالت و همون جستا رو داشت برای من تکرار میکرد. و سریالی اصلا امیدوارم که خیلی سریعتر تموم بشه، 2 قسمت دیگه‌ش هم با هم دیگه بدم بیرون، این زد ادامه نداشته باشه. 3 قسمت دیگه‌ش رو بدم بیرون 4 با هم قسمت دیگه. درسته؟ فکر کنم 5 قسمت بود یا 4 قسمت، نمیدونم. مرسی از نظراتت محمد. نمیدونم حالا محمد عبدی بچه‌هایی که فیلم‌های خارجی میبینن فضای اون شلوغ پلوغی و درگیری ها یه لحظه منو برد روی کار اسکورسیزی، دار و دسته نیویورکیا. نمیدونم یادتون هست اون چه فضای خوبی داشت فیلم گنگز آف نیویورک؟ آره یه لحظه منو برد روی کار اسکورسیزی، نمیدونم چرا تو اون اشل نگاه کردم کارو. درسته دیالوگا خیلی قلمه سلمه بود نمیشست ولی بچه اون زمان شعبون استخونی بوده، زبان اون زمانی بوده که میومدن میگفتن با بکش قمرو بزن یارو رو انقدر مؤدب نبودن که بیان بشینن حالا باید چه کنیم در این آستانه‌ای که باید اینجوری نبوده. فکر نمی کنم ملی شدن صنعت نفتم اینجوری صورت گرفته شده، زحمت داشته ولی اینقدر ادبی نبوده که دیگه. قلم آقای مسعود کیمیایی دیگه، گفتم اگه میخوایم نگاه بکنیم باید برید تو دنیاش. بذار نظر جان صحنه‌های تیراندازیش هم خیلی بد بود. ببین دیگه بضاعت سینمای ایرانه. خود آقای کیمیایی هم ببین الان هالیوود تو سالن شماره 1 که میری مثلا دست مترو گلدن مایره، بعد میری اونور دست برادران وارنر مثلا سوله دارن که دارن کار میکنن، میری تو مثلا دوربین مثلا رد گذاشتم برفرضا هم مثلا دوربینایی که اونجا هست دوربینای خفن پارانومایی که اصلا نمیتونی تصور کنی. اینا سال به سال لنزا آپدیت میشه، سال به سال دوربینا عوض میشه، سال به سال دستگاه صدا برداری عوض میشه. الان دستگاه صدا یه دکمه میدوزن بهت صدا برداری میکنه قشنگ. ما نداریم اینا رو جانم. شما دارید درباره بزرگترین شرکت‌های فیلمسازی صحبت می‌کنید، WB و MGM دیگه، اون یه خفن تریناشه دیگه. یعنی خب باید به اونا برسیم دیگه، ولی متأسفانه درد مسعود کیمیایی کارگردانای بزرگ سینما ایران، نمیدونم علی حاتمی حیف شد که رفت، ولی میگم که این روزا رو ندید. عبدی برای حسن ختام صحبتش شما رو بشنویم و اینکه ببینیم که چی دارن. ببین من با نظرهای اکثر بچه‌ها موافق بودم تقریبا همه چیزایی که گفتن. خب من داشتم یه سری مثلا انتقادا رو میخوندم از این فیلم، اکثرا زده بودن براش. ببینید شما اگه این همچین داستانی رو بخواید کلا مثلا اینو بخواید ببینین، حالا کاری به اکت و ایناش هم ندارم، اولش باید بریم ببینین که آقا مهدی بلیغ کی بوده. یعنی باید برین چه میدونم یه بک‌گراند چیزی یه بک‌گراندی از داستان داشته باشین تا ببینید آقا چه جوریه مثلا این فیلم تحریف شده آیا نشده، چه جوریه، چی به چیه. ولی مثلا یه سری هم گفتن این توهینی به ملی شدن چه میگن نهضت ملی شدن صنعت نفت. بله واقعا این نهضت رو باید میگفتم از اولش. از اون مثلا یه سری هم گفتن که این شخصیت‌ها اصلا بی‌شناسنامه، چه میدونم بی‌نامونشونن، نمیدونم چیز. ولی یه سری‌ها اومدن گفتن که نه مسعود کیمیایی بعد مدت‌ها برگشته آروم و مثلا منسجم پخته، از همه مهمتر یک پارچه اومده فلان. میگم دیگه این چیزا هم خیلی خیلی عرضم به حضور شما مختلفه، هم نقد مثبت که نداریم، هم تحلیل‌های مثبت بوده، هم نقدای منفی بوده. یکی هم که اصلا اومده گفته که عرضم به حضور این آقا اصلا تو دایره قضاوت نمیگنجه، نمیدونم مثلا ادبیات سینماییش فلسفه‌منده و خیلی
حالا این سریال بیشتر باید چند قسمت دیگه بیاد تا ببینیم چی میشه. یعنی با این قسمت اوله میگم من خودم چون چیز نگاه کردم یه جوری در حال رفت و اومد بودم، هی نگاه میکردم، کامل درست نشستم با دقت ببینم، ولی نتونستم ارتباط برقرار کنم. الان اگه بگم نتونستم میک سنس کنم، اون خانومه دوباره میاد میگه تو چی میفهمی من چی بگم. ولی که میگم بیشتر با میریم تو قسمت‌های بعدی. بچه‌ها دمتون گرم. من فقط یه چند تا سریع نکته رو بگم و دیگه برنامه رو به پایان برسیم. مرسی عبدی از اون چیزایی که داشتی رفتی پیگیرش بودی. چند تا نکته رو بگم. بچه‌ها منتظر بازی هیستریک خانم اندیشه فولادوند باشید. خب منتظر شعله زردبازی خانم الهام حمیدی باشین، منتظر کلوزآپ‌های بی‌نظیر نسیم ادبی باشین و خیلی ممنون که شکر خدا گودرزی استاد تئاتر هم در این کار بازی میکنن. و همین، اگر نکته دیگه ای بود، مهران مدیری ای کاش در پدر گواردیولا همینجوری بازی میکرد. مهران مدیری نمیدونم تو این نقشه خوبه ولی تو پدر گواردیولا نه. بیاین بریم زیر کرسی با هم، پدر گواردیولا هم بیاد، مهران مدیری هم بیاد، با هم دیگه جورابامون رو بدوزیم. اینم از سریال خائن کشی قسمت اول. خیلی دوست دارم کامنت ها به 200 عدد برسه که بتونیم یک برنامه کامنت خوانی روی این داستان بذاریم و نظراتمون رو با مخاطبینمون رد و بدل کنیم. دمتون گرم. کیارش، محمد، عبدی، نگاه و سحر. تا قسمت دوم، خداحافظ.